مورد موضوع وبینار و چرایی انتخابش، خب CMI Experts محلی هستش که علوم بین رشته‌ای گدر شدن و کنار هم تجمیع پیدا کردن. شرکت داروسازی جنریت بایومدیسن یکی از شرکت‌های موفقی هستش که از سال 2018 حالا توسط یک سرمایه گذاری که در ادامه اسلایدها بهش خواهیم پرداخت بنیان نهاده شد و تونسته با کنار هم قرار دادن و چیدن تکه‌های از پازل‌های مختلف، اینجوری بگم علوم مختلف، بتونه یه تحول اساسی رو در طراحی نسل جدید داروها ایجاد بکنه و به همین خاطر به نظر من رسید که محوریت وبینارهای هم‌افزایی علم و صنعت، بررسی روندی که این شرکت دنبال کرده میتونه خیلی به جامعه کنونی ما که یک مقدار هنوز غافل هستیم از تیم ورک، ارتباط علوم بین رشته‌ای و چیزهایی که واقعا هوش مصنوعی بالواقع قادر هست انجام بده، بتونه کمک شایانی بکنه. خب مواردی رو که حالا با هم میخوایم مطرح بکنیم، یک بحث رو میخوایم پیش ببریم در حوزه هوش مصنوعی مولد در صنعت بیوتکنولوژی. مبحث بعدی که خیلی چالش برانگیز بود برای خود من به عنوان کسی که تو حوزه حالا بایوتک و بایوانفورماتیک ساختاری فعالتر هستم ولی گهگداری بیگانه نیستم با وبسایت های مدیریتی، این بودش که یک مقاله ای رو از گروه مشاورین بوستون BCG داشتم میخوندم که اومده بود بررسی کرده بود برای شرکت های دارویی که اگر بخوان این شرکت ها یعنی رشد ارزشی خودشون رو ارتقا بدن و از هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو AI که مفصل اندکی میخوایم در موردش صحبت کنیم استفاده کنن، بهتر هستش که به 3 مرحله مهم توجه بکنن. من این مقاله رو خوندم و بعدش داشتم سخنرانی حالا مدیر عامل شرکت جنریت بایومدیسن، اشتباه نکنم دکتر نایل رو گوش می‌کردم، دیدم که چقدر جالب استراتژی هایی که ایشون داشتن میگفتن دقیقا منطبق بود با رول هایی که گروه مشاورین بوستون توی این مقاله عنوان کرد. اما برگردیم سراغ این که جنراتیو بیولوژی و این سیلیکو سیمولیشن آیا میتونن آینده زیست شناسی رو یعنی بسازند یا نه. حالا اینجا بهتر هستش که ما توضیحی در مورد جنراتیو بیولوژی دادیم، یعنی اصولاً به این مفهوم که قرار هستش که چیزی ساخته بشه، فرضاً پروتئینی ساخته بشه که نمونه مشابه زیستیش نبوده، یعنی یک چیز جدید قرار هستش که ساخته بشه، یعنی موجود زنده‌ای تا اکنون اون رو نتونسته تولید کنه. این سیلیکو سیمولیشن ها ما در حوزه حالا بیولوژی فعالیت هایی که در قالب سیستم های محاسباتی انجام میدیم میگیم این سیلیکو، یا به عبارتی حالا در اسلاید های آتی خواهم داشت، ما از واژه درای لب یعنی آزمایشگاه خشک، یعنی فضایی که ما بنچمارک نداریم، اینجوری راحت بگم چراغ الکلی نیست، لوله نیست، ارله نیست، ولی آنچه که میخوایم انجام بدیم شاید خیلی وسیع‌تر در قالب یک فضای مجازی و به واسطه حالا پروگرام ها، برنامه ها و نرم افزارهای ویژه هستش. در اصل جنراتیو AI یا هوش مصنوعی مولد اینجا اومده خیلی راهگشا بوده در تکامل این سیلیکو سیمولیشن و جنراتیو بیولوژی که در اسلایدهای بعدی با بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اما اینکه هی میگیم هوش مصنوعی مولد چی هستش، طبیعتاً حضار من جسارت نمیکنم خدمتشون آشنایی داریم با هوش مصنوعی، چیزی که به وفور ما
هی در طی سالیان حالا 1-2 سال اخیر تو کشورمونم خیلی روش تاکید میشه. با ماشین لرنینگ هم آشنا هستیم، یعنی واژه ها به گوشتون خورده و همچنین جنراتیو AI یا هوش مصنوعی در طراحی بیومولکول هامون. الگوریتم های هوش مصنوعی مولد در طراحی بیومولکول ها میتونن این توانمندی رو دارن که بیومولکول های جدید تولید کنن، اونها رو بهینه کنن، ویژگی های ساختاری اونها رو پیش بینی کنن. حتی خود حالا پلتفرم جنریت بایومدیسن به گونه‌ای هستش که اینتراکشن های آنتیبادی پروتئین ها رو هم خب میتونه به درستی های حالا خیلی زیاد جوری خودشون دارن میگن تشخیص بده. حالا و بر اساس این اینتراکشن ها پپتید ها پروتئین های آنتیبادی های جدیدی رو بیاد بسازه. چند تا از الگوریتم های کلیدی جنراتیو AI یا هوش مصنوعی مولد که قاعدتاً من جسارت نمی کنم، اساتید دیدم که تو این حوزه هستن اینجا، ولی خب مدل های یادگیری عمیق دیپ لرنینگ که به گوشتون میخوره از الگوریتم های جنراتیو AI هستن. مدل های مولد خاص مثلا GAN ها و یا حالا برای بچه‌هایی که تو حوزه بایو هستن آلفا فولد یک ابزاری هستش که پردیکت میکنه ساختار سه‌بعدی پروتئین رو. این آلفا فولد حالا به نوعی بدنش از جنراتیو AI هستش و در اصل ترانسفورمر هستش الگوریتمی که ازش استفاده شده. و همچنین از جنراتیو AI مدل های رینفورسمنت هم خب باز شاید خیلی به گوشتون خورده، مخصوصا دوستانی که تو حوزه طراحی دارو کار میکنند. ما آرل دراگ دیزاین رو خب مقالاتش رو خیلی داریم میبینیم. در تمامی این موارد من این رو خدمتتون عرض کنم که آنچه که مهم هستش تأمین صحیح داده ها هستش برای به عنوان ورودی اینپوت برای حالا تمامی این روش ها. اون چیزی که در اسلاید های قبلی به عنوان این سیلیکو سیمیولیشن مطرح کردیم این هستش که اون روند این سیلیکو سیمیولیشن به درستی انجام بتونه بگیره که اگر قرار باشه داده‌ای ورودی به هر کدوم از این مدل ها داده بشه، اطلاعاتش در نهایت قابل بهره برداری باشه. به عنوان مثال من اینجا اگر بخوام به عنوان یک بخش از تخصص خودم صحبت کنم، این سیلیکو سیمیولیشن اگر در حوزه طراحی پپتیدهای دارویی بیاد باشه، خب باید با تکیه بر دقت و دانش درست باشه که خروجی به عنوان مثال برهمکنش یک داروی سرطانی تحت عنوان دوکسوروبیسین با یک غشای سرطانی، حالا که بحث دلیوری انتقال یا برهمکنش باشه، باید به گونه‌ای تنظیم بشه که آوتپوت های صحیحی در اختیار مدل های مولد قرار بگیره. خب اگر توجه ها به اون اصل و اساس بیس علوم پایه نباشه در چیدمان این موارد و طراحی آزمایش های این سیلیکو، طبیعتاً دیتای صحیح و درستی در اختیار جنراتیو AI قرار نخواهد گرفت. البته در بدنه اینها اونجور که من میدونم باز هم هستن یه سری الگوریتم هایی که تشخیص میدن یک سری نادرستی ها رو که بحثش مفصل هستش. واقعا زیاد من نمیخوام فوکوس کنم روی این بحث ها و من پیشنهادم این هستش که میتونه این موارد به عنوان یک نشست تخصصی بین حالا صنعتگران به ویژه افراد صنعتگران حوزه دارو، سرمایه‌گذاران و افرادی که واقعا متخصص هستند در این زمینه ها برگزار بشه. بحث قطعا چالشی خوبی خواهد بود و پینگ پونگی
دانشجو هم قطعا استفاده میکنن و چه بسا که یه سری از نهایتش یه سری چالش های پروژه‌ای خوب هم تعریف بشه تا مشکلات و باگ ها حل بشه. پس به طور کلی جنریتیو AI به دانشمندان کمک کرده، حالا تو دانشمندان حوزه دارو، که بیان ساختارهای مولکولی جدیدی رو طراحی کنن. جنریتیو AI تونسته فرایند کشف دارو رو چیکار کنه؟ تسهیل کنه و به راه حل‌های نوآورانه در درمان بیماری‌ها کمک بکنه. این چرخه‌ای که اینجا هستش بیولوژی لوپ رو عزیزان اگر بتونن در نظر بگیرن که از قسمت طراحی، تولید، تست و لرن ساخته شده، یک مقدار از فضای بیولوژی و بیوتک و دارو خارج بشیم. ما نیاز به مشاوره های مدیریتی درست داریم برای اینکه اهداف صنعتیمون، سرمایه گذاری در لارج اسکیل و حتی لو اسکیل، بتونیم به درستی نائل بشیم به این اهدافمون. و اما سوال این هستش که آیا پتانسیل این رو داره که میدونیم که پتانسیل این رو داره که بتونه رشد بده، توسعه بده جن AI، چون که به پیش بینی خودشون قرار هستش که تا پایان 2027 به 22 میلیارد دلار برسه. ولی خب چه کار باید بکنن شرکت ها، حالا استارتاپ ها، دانش بنیان ها، که بتونن به بهترین شکل بهره برداری کنن؟ چالش های موجود برای اینکه این پتانسیل ها رو بتونن بهره برداری کنن کمی عینی تر بیان کنیم. مثلا در مورد پتانسیل این نیستش که یک شرکت به جای صرفاً آزمایش کردن، حالا مجموعه آرندیش به ویژه که باز هم معضل شرکت‌های دارویی ما هستش، آرندی هامون متاسفانه حتی جاهایی که من بعضا به عنوان فریلنسری هم مشاوره میرم دارم میبینم قبول ندارند که چیزی رو عینی باید شهود چجوری میگن تا نتیجه رو انگار به چشم خودشون نبینن قبول نمیکنن، در حالی که نمیخوان باور کنن که فضای این سیلیکو میتونه همون نتیجه رو خیلی بهتر و قابل درکتر نسبت به فضای اکسپریمنتال بهتون بده. ببینید پتانسیل یعنی این واقعا در بطن مقاله‌ای که نوشته بودم بود و برای خود من خیلی جالب توجه بود و میگفتم ای کاش میتونستیم این رو بیلبورد بکنیم و تمام واحدهای، حالا چه داروییمون نه واحدهای صنعتیمون، همه بیان بدونن و اعتماد کنن به بحث هوش مصنوعی، به بحث حالا تو حوزه دارو و درمان، تو حوزه بیوتک سبز، به بحث زیست شناسی محاسباتی و این سیلیکو لب ها. یعنی متاسفانه ما حالا خیلی درگیر هستیم با این قضیه. پس میتونه این پتانسیل رو به این شکل یک مدیر برای خودش تفسیر کنه که به جای هزینه های زیاد در آرندی های سنتی بیاد از این سیلیکو لب ها استفاده کنه، بیاد به جای اینکه از راهکارهای خیلی پیچیده برای پایین آوردن هزینه هاش استفاده کنه، از مدل سازی های حالا جن ای یا حتی از جن ای ساده تر، باور کنید مدل سازی های موجود هستن که میتونه استفاده کنه و صرفه جویی کنه تو هزینه ها. چیزی که من خودم در جریان هستم، حالا پلتفرم CMI از پروژه هایی که انجام داده با استفاده از همین مدل سازی ها و طرح‌های تحت عنوان دیسپچینگ اقتصادی تونستن حالا در یکی از پالایشگاه ها که حالا درست است من اسمش رو بگم تا چندین تریلیارد هزینه ها رو کاهش بدن. میشه این اتفاق ها میفته و خب ما شاهدش هستیم توی صنایع دیگه. متاسفانه نمیدونم این گاردی که نمیذارن تو صنایع دارویی این اتفاق ها بیفته و یا لابی هایی که من نمیدونم واقعا دست چه کسانی هستش، متاسفانه این فرصت ها رو گرفتن. همچنین یک مدیر میتونه روی پتانسیل خودش به این شکل مانور بده که بیاد تیم تجاری خودش رو توانمند کنه. عملکرد اونها رو میشه به صورت خیلی ساده با استفاده از
جن ای آی، ماشین لرنینگ و حتی یک سری اصلا آنالیزهای ساده داده‌کاوی مورد ارزیابی قرار داد، پرورش داد تیمها. شرکت جنریت بایومدیسن در سال 2018 توسط فلگشیپ که یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه دهنده علوم زیستی هستش در کمبریج ایالت ماساچوست ایالات متحده آمریکا ایجاد شدش. همون زمانهایی بودش که خب کووید 19 هم شیوع پیدا کرده بود متاسفانه. فعالیت البته اینجوری بگم که فلگشیپ تو حوزه‌های خطرپذیر زیادی سرمایه گذاری کرده و منتها جنریت بایومدیسن بیشتر در زمینه توسعه داروهای مبتنی بر پروتئین فعال هستش و به صورت خیلی جالب خود پروسه‌ای که در نهایتاً تمامی این پیشرفت در علوم مختلف اینجوری بگم میاد و باعث میشه که جنریت بایومدیسن شکل بگیره، در سال 2018 به واسطه این نموداری که در سایتشون و من از سایتشون برداشتم به خوبی نمایش داده شده. میدونید آن چیزی که برای خود من دباغ مهم هستش این هستش که ذهنهایی بودند که وقتی میخواستن سرمایه گذاری کنن حتی تونستن افراد متخصص رو گدر کنن در یک جایی به اسم جنریت بایومدیسنز. ما خیلی وقتها منبع مالی رو هم داریم ولی متاسفانه اون ذهنهایی که خلاقانه بیاد به یک سری از افراد امید بده، روحیه بده و بتونه اونا رو کنار هم گدر کنه رو نداره و توی این مسیر خب شرکای خیلی بالقوه‌ای دارم. به عنوان مثال در حوزه ایمونوآنکولوژی از آزمایشگاه‌های راسفل و مرکز اندرسون که از مراکز بزرگ سرطان در دنیا هستن اینها دارن استفاده. عنوان همین مرکز تحقیقات اندرسون سرطان میتونه باشه، دیتاهایی که لب‌های اکسپریمنتال دارن میدن، علوم پایه‌ای که بچه‌های بیوتک یاد گرفتن، بچه‌های میکروبیولوژی یاد گرفتن، خب و بچه‌های فیزیولوژی یاد گرفتن، مهندسی‌ها یاد گرفتن، در از پلی اینتلیجنس بودن عامل اصلی کویک و افزایش این روند تکاملی هستش. و فقط یه تیپ نهایی من خیلی اشاره کردم به وت لب و درای لب در بین صحبتام و بحثی تحت عنوان این سیلیکو لب یکی از حلقه های مفقوده‌ای که در کشور ما هستش و ما اگر بتونیم لینک درستی بین درای لب و وت لب یعنی آزمایشی که در سیستم محاسباتی باشه و آزمایشی که تو بنچمارک باشه بتونیم ارتباط درستی برقرار کنیم. خب ما تیم‌های تحقیقاتی البته گام اول رو ما تونستیم خوب برداریم، این موقع نتیجه این آزمایش‌های ما هستش که میتونه گروه‌های حالا شرکت‌های داروسازی رو هم یک مقدار از اون گارد و چارچوبی که دارن خارج بکنه و اعتمادشون رو جلب بکنه تا که بیان سمت مباحثی تدوین هوش مصنوعی در حالا بگم حوزه بهداشت و درمان. و این از بحث این سیلیکو بودم، من گفتم شاید خوب باشه که من این تصویر رو اینجا نشون بدم. شما فرض کنید برای اینکه بدونید یک دارو میتونه تأثیر داشته باشه بر روی یک سلول باید هزینه بدید، کشت سلولی بکنید، نه اینکه نباید این اتفاقا بیفته ولی شما میتونید در فضای این سیلیکو خودتون مدل سازی داشته باشید اون داروتون رو و روند حالا برهم کنشش رو مورد بررسی قرار بدید. چیزی که جنریت بایومدیسن اینجا دارید مشاهده میکنید و جنریت بایومدیسن هم
از همین روند اومده استفاده کرده. مثلا حالا مدیر عاملشون تو سخنرانی دیشبشون داشت میگفتش که خیلی جالب بود، میگفتش که پروتئین دیتا بانک پایگاه داده پروتئینی 200,000 تا پروتئین داره، ولی ما در حالت عادی از نظر بررسی و فهم اینتراکشن های این پروتئین ها 2,000 تا دیتا داریم. خب داشتیم و این خیلی کم بود و ما الان با این پلتفرم کرومامون خب کاری کردیم که خیلی راحت افزایش دادیم این دسترسی ها رو و نتیجه این افزایش هامون در اصل من بیام همین اسلاید قبلی ADC ها هستش، یعنی آنتیبادی هایی که اتصالات پروتئین به پروتئین ها رو میتونه مهار بکنه، که میبینیم که تو حوزه سرطان هم برای سرطان سل های جامد هم این کاربرد پیدا کرده.